یوگاکس چطوری بچه ها؟ آرمین آیسی هستم و خوش اومدید به ویدیوی من. بچه ها اومدیم برای تست بیوای لژندری که داخل ویدیو قبل که فولش کردیم. خب بریم برای تستش. میریم داخل بتل رویال. خب بچه ها راستی این باتون برقیارم بالاخره گرفتم. تستش هم همینجا میذارم تو همه ویدیو. تست اینو قراره بذارم. بعد خدایی باتوم قشنگی هم هست، مثل رایگان بودنش میارزه خدایی. این از بیوای لژند که بالاخره تونستم دایمندش کنم. پاره شدم سر دایمند این چون صفر بود. بعد اینم از چلف یخی که این برای اولین بار که اومده بود من اینو زده بودم تو ضربه 12 هم گرفتم و یعنی ویدیو زدنش رو براتون میذاشتم. اینم که دایمنده، خیلی وقت پیشم دایمنده چون متیکشو دارم، برای همین خیلی وقت پیش دایمند کرده. خب اینم از اچ اس اسکلتیمون. خدا وکیلی بهترین اچ اس اپیک بعد اچ اس تانک. البته بعد اچ اس تانک این بهترین اچ اس. خب اینم بچه فنک پتوسه، گفتم بذارم چون فنک هم چیز خوبه. ولی بچه 5 تاگان برتر بتلو بعدم براتون میذارم. خب بچه این اسکین اسپکتر که برای ایکس انفورمتیک است بالاخره گرفتم. شانس ضرب 4 بهم داد. اول آشغالاشو داد ولی بعدش خدای ململانه یه خوب داد. خب بریم برای تست بیوای لژند. بچه هم تا اینجوری شه لایکاسا رو بکوبین دیگه، یه ثانیه ازتون میشه وقت نمیگیره. خب حالا بیوای لژند رو میذاریم. خب چلف یخی چی با چلف یخی اونجا الان حسودیش میشه. خب میای بعد اینجا اسکینا رو اوکی کنیم. نو همه رو بزن بیاد. تیرارم که بی نهایت اشتباه زدم. خب تیرارم که بی نهایت میکنیم. یه شات دو شات. چون بیشتر وان شاته ولی بعضی وقتا هم ممکنه وان شات نکنه، مثل الان اینا. اصلا اسلاید بزن حالشه ببر. اسلاید نکن. اسلاید هم کار نکرد دیگه. رفتیم برای نگاه کردم به گان. وقتی دنس گانو میزنی اصلا بچه رسی هر یک کیلی هم که میبینی دقت کنی به اون اختاپوسش روشن میشه. بعد کیل فکتش هم که عالی. بعد وقتی میزنی هشوا میاد بیرون. خدای خیلی خفنه. واسه این نینجا شاتمون نشه خدایی. خب نینجا شات نشه. چرا نخورد؟ یا پینگم خرابه یا نتونستم بزنم چون درست ندیدم. ولی اشکال نداره. یه نینجا شات دیگه دارو میزنم. میسم نینجا پرشه ولی خدای رنج دور و بیشتر دوشاته. مثل اسنایپ دیگه هم همونجا دوشات میکنه. خب اینم که نکن راه نزدیک ولی میزنه راحت. حالا یه نینجا بیا عقب‌تر. آها وانشات. ای بابا وانشات حالا نمیکنه. این بچه بگیر نگیر داره ولی اتچمنت این همه گانه که تستشون میکنم و میذارم. اینا بچه چلف یخی دنس گانه چلف یخی. خدایی بهترین ایم و چلف یخی داره تو اپیکا. اصلا با چند تا تیر میندازه. بعد اتچمنت اینا همه رو با آخر ویدیو میذارم. بچه اینا برای این سیزن هم میتونین استفاده کنی. اتچمنتشو خیلی خوبه خدا وکیلی. گشتم این اتچمنت. مثلا من خودم چند سال دارم همین اتچمنت استفاده میکنم. فقط راه نزدیک و دور هیچ فرقی نداره. بچه میبینی یه ذره لگت داره. یه پلک چی بود حالا میذارم الان. اینا بچه راه رفتنشونه. الان پلکر بشین بذارم. پلک بچه بعد برای این اون بازوه رو یادم نیست. تیره با این بچه اینجا برام نمیدونم چرا باگ خورد. الان هرچی میزنم نمیره عقب ولی همینجا اشکال هم بهتون نشون میدم دیگه. باگ دیویژن اصلا هیچ کاری فقط اینجاش کار میکرد. اصلا نمیره. خب اگه تیر بزنی اصلا یه ذره عقب‌تر بریم که حداقل بگیم دور زدیم ولی اصلا تکون نمیخوره. الان من دستم میزده. الان من اصلا دستم تکون ندادم. گوشتم فقط رو صفحه. خودش داره نقطه زنه دیگه. خیلی خوبه. یعنی بهترین اتچمنت 47 که میتونی برداری. هم میتونیم برای 47 متیک برداریم، نه هم برای 47 اپیک یا 47 ساده یا 47 گلد و اپیک و اینا. حالا بیاین سراغ اچ اس و فنک پتوس.
پتوس باشی بود دیگه، درست گفتم؟ حالا اگه اشتباه گفتم بخواد کامنت ها بهم بگی. اینم بچه اتچمنتش خیلی خوبه، خیلی خوب نیست، چون فنک این سیزن متوسط رو به بالا، ولی سیزن‌های خیلی قبل پیش، مثلا 3-4 سیزن، دو سه تا سیزن پیش خیلی خوب بود، با چند تا تیر میزد. حالا بچه میتونیم چیز پلک چیز داخل خود اتچمنت اون پلک دوتایش میکنه، اونم مندازین روش خیلی خوب میشه، ولی راه دور رو میزنه بچه. اینو برای مولتی هم استفاده کنیم. اتچمنت بتل هم برای مولتیه، هم برای بتل و مولتی من یکیه، چون هر دوتاشون هم تو بتل مولتی امتحان کردم. بعد 10 تاگان برتر مولتی هم میذارم. اینم دمسگانم اچس اسکلتی به نظر مثلا اچس این چیزی که وان شاته. اچس و کریم خدایی خوبم، ولی بیوای متوسط رو به بالا، ولی خدایی اچس خیلی یه چیزی اصلا هستم. خودم خیلی دوست دارم اچس لجند رو فول کنم، ولی چون نیومد مجبور شدم بیوای فول کنم. بدون یه کریمه هم از داخل چیزا رفته، بدون هرچی نینجا شد میزنم وانشات نمیشه. تو خود بازی هم هرچی اینجوری میکنم تو کاستوم رو ما نمیشه. بچه اینم باتوم برقیه که با توجه به اون پازلا هر چقدر جمع کنیم بعد چیز کنیم بهمون میده. من که خیلی وقت اونو گرفتم، ولی الان مثلا برای گامتیکه و سیار چی بود، سیار مکس همچین چیزایی بوده، از چی یادم نیست. اینم افکیل میگم وای قاطی کردم همه چیو. بچه همه نایف هم که دیگه خودتون میدونید تو بتل همشون 4 تا، اونم چی یارو دمیج بشه بزنی وام شد. خب ولی خدایی خیلی چیز خوبیه حق مغزی داریم. بعد اینم که دوباره باگه، ولی اینم یه ذره لگدش زیاده، یه ذره که نه خیلی لگدش زیاده. بیشتر این رو تو راه نزدیک استفاده کنید، ولی این سیزن براتون گانا برترشو میذارم. بعد دارم یه چند تا گان دیگه هم تست کنم برای SMG و شاتگانا رو، که 3 تا شاتگان رو براتون میذارم. بیوای HS کریم با اون شاتگان جدیدرم براتون میذارم. ولی کلا فنک کلا خیلی با کلا لگدش خیلی زیاده، یه تیر میزنه اصلا میره آسمون، اون نمیشه هیچ کاریش کرد، ولی گانا خیلی خوبیه، اصلا دیرو میکنه. یا حالا یه شات HS، ولی HS مصب وان شد. خب بریم بچه اتچمنت اینا رو بهتون بدم، حتما اتچمنت اینا رو وردارین، لازمتون میشه. خب اول از اتچمنت چلف متیک شروع میکنم، از بیوای شروع میکنم، بعدش اتچمنت چلف متیک هم بهتون میدم. چلف متیک و چلف یخیم یکیه، ولی بازم حالا میدم که بعضیا نگن یه چیز دیگه میزنین. اتچمنت بیوایمه، اینم اتچمنت چلف متیکم. حالا بر اسکرین شات یا عکس بگیرین، اسکرین شات و عکس فرقی کرد اصلا عالی. خب بچه اینم از اتچمنت چلف یخی، اینم از اتچمنت HS اسکلتی. همه احساس میکنم همه اتچمنت رو میذارم، چون من هر وقت HS برداشتم همه از این اتچمنت استفاده میکردم. اینم از فنک پتوس اتچمنتش. مرسی بچه ها. خب حالا بریم برای چیز مولتی من بچه ها همونه، ولی فکر کنم یه چیزایش فرق بکنه. ولی این بیوایی که بهتون میدم اسنایپه، بریم ته مپ وایسین سر مپو بزن، میزنه فقط با این برو یه گوشه بشین خط بگیر بزن. نه اتچمنت فنک، اتچمنت فنک فکر کنم فرق کنه، ولی اتچمنت بیوای حتما فرق میکنه، اونو عوض کنین. اتچمنت HS هم که همونه. بعد دیگه هیچی دیگه اینورم که هیچ. خب مرسی که بچه ویدیو منو دیدی، ولی قبلش یه چیزی یادم رفت. این ضربه 4 رو یعنی بهترین شانس، یعنی آرمین سفید تموم. مرسی بچه ویدیو منو دیدین، لایک و ساب یادتون نره. گود بای.